الان به شروع مقدمه شرح کتاب عمده شروع میکنیم. واقعا کتاب را مختصر شرح میدیم، چون اگر حدیث ها را وسیع شرح دهیم، واقعا اگر 414 حدیث است، اگر هر حدیث را باز یک هفته مراتبه است این درس، یعنی یک حدیث را یک صحبت شرح میدیم، یعنی از همه بسیارش همین قدر، برای آنکه حدیث ها واقعا حدیث های پر محتوا هست. شرح مقدمه حافظ شروع میکنیم. علما از استادان بزرگوارمان و از گذشتگان وصیت میکردند که پیش از شروع کردن به قرائت یک کتاب باید مقدمه آن کتاب خوانده شود، چون در مقدمه کتاب مصنف مقصود خود و بعض اصطلاحات خاص خود دارد در بعض کتاب ها و منهج خود را در کتاب بیان میکند. بنابراین کسی که اگر مقدمه را نخواند شاید در داخل کتاب به بعض خطاگی ها روبرو شود. بنابراین مقدمه کتاب را شروع میکنیم، میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ عبدالغنی ابن عبدالواحد مقدسی رحمت الله علیه کتاب خود را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردند، برای آنکه الله سبحانه و تعالی سوره های قرآن را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده است، همچون اقتدا به کتاب الله تعالی. چون در قرآن کریم 114 سوره هست، همه آن را الله سبحانه و تعالی با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده است، غیر سوره براءت، غیر سوره توبه که آن سوره بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است. و این چنین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که مکتوب می نوشتند به عظما، به رئیس ها و به ملک ها، شاه های دولت ها، وقتی که مکتوب می نوشتند مکتوب خود را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کردند، که این حدیث و آیات ها دلالت میکند که کتاب های علمی که عبارت از سخن های الله و رسول الله و احکام شریعت وقتی که مشتمل هست، باید مستحب است که کتاب با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود. معنای بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله که یکی از نامهایش رحمان است و یکی از نامهایش رحیم است، من این کتاب را شروع میکنم. و بسم الله الرحمن الرحیم را به نام الله بخشنده و مهربان گفته ترجمه کردن را مناسب نمیدانیم، برای آنکه رحمان با یک کلمه بخشنده نمی شود خلاصه کرد و رحیم نمی شود با یک کلمه مهربان خلاصه کرد، بلکه این نامها محتوای چقور دارند. بعد اینکه مصنف بسم الله الرحمن الرحیم گفتن الحمدلله الملک الجبار گفتن، حمد به الله که یکی از نامهاش ملیک هست و یکی از نامهاش جبار است. ملیک شاه است، الجبار یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی جبار است که به معنای قهار، صاحب قهر و غضب به معنای قهار میاد، و یک معنای دیگرش جبران کننده قلب‌های شکسته، جبران کننده مصیبت ها. بر سر مسلمان مصیبت می آید، الله تعالی عوضی نیک می دهد. الله تعالی جبران کننده کمبودی ها هست، جبار است جل جلاله. الواحد القهار یکی از نام های الله تعالی واحد است، یگانه است، الله تعالی شریک ندارد. القهار صاحب قهر است، صاحب غضب است. تمام طاغوت ها، تمام پادشاه هایی که دعوای الهیت کردند، دعوای پروردگاری کردند، الله تعالی آنها را قهر کرد، آنها را به عذاب گرفتار کرد، آنها را نیست و نابود و خوار و ذلیل گردانید. الله تعالی قهار است. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و من شهادت میدهم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر ذاتی نیست که سزاواری پرستش و بندگی باشد. این عباره از جانب مصنف اصلا گرفته شده از حدیث شریف، از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. التحیات و شهادت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که بر امت این را تعلیم دادند. شهادت میدهم که غیر الله سبحانه و تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، این نفی است. الا الله، و شهادت میدهم که یگانه ذات بر حق، پروردگار حقیقی، معبود حق
الله سبحانه و تعالی هست. این جمله عبارت از نفی و اثبات است. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. الله تعالی یگانه است، اثبات است. وحده یگانه است، لا شریک له نفی است، شریک ندارد جل و علا، نه در ربوبیتش و نه در نامهایش و صفتهایش، نه در عبادت. باید یگان کس را در عبادت و بندگی و پرستش به الله سبحانه و تعالی باید شریک قرار ندهد بنده. رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین ها هست. و ما بینهما، الله تعالی پروردگار ما بین زمین و آسمان است. ما بین زمین و آسمان 500 سالینه راه است. در روی زمین چقدر انسان ها هست. العزیز الغفار، یکی از نام های الله تعالی عزیز است. الله تعالی غالب است، کسی همراه الله تعالی می جنگد و مغلوب است. وعده الله سبحانه و تعالی هست، سنت الله سبحانه و تعالی هست، رسم و آیین الله سبحانه و تعالی هست که کسی که با الله تعالی می جنگد، کسی که با دین الله تعالی می جنگد و مغلوب است و الله تعالی عزیز است، یعنی غالب است. الغفار، بی نهایت ذات مغفرت کننده گناه است، ناوابسته از بزرگ بودن گناه، ناوابسته از بسیار بودن گناه. الله سبحانه و تعالی وقتی که بنده استغفار میپرسد و توبه میکنه، الله تعالی ذات غفار است، ذات بسیار مغفرت کننده گناه ها است. و صلی الله علی النبی المصطفى المختار، و سلام و درود الله باد بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یکی از صفتهایشان مصطفی است. استفا کرده الله تعالی از بین مخلوقهای زیاد استفا کرده است، یعنی پروردگار اختیار کرده است، مختار اختیار کرده است از بین مخلوقهای زیاد. چون که کل ما سوی الله عالم، در این دنیا غیر الله تعالی دیگه همه عالم است و الله تعالی از بین این عالم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را اختیار کرده، بهترین خلق خود قرار داده است. بزرگترین مخلوق از روی قدر و منزلت و محبوبترین مخلوق در نزد الله سبحانه و تعالی این جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که الله تعالی از بین این قدر مردم زیاد به این مکانی، به این مکانت بزرگ که خاتم پیغمبرها و آخرین رسولها و سیدی فرزندان آدم و سیدی پیغمبرها گردانیده است، به این مقام الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین این قدر انسان‌های زیاد اختیار کرده، مناسب و مشرف گردانیده است. و علی آله و صحبه الاخیار، و اینچنین سلام و درود بر خویشاوندان جناب رسول الله عبارت از همسران پاکشان، مادران مومنان رضی الله عنهن، و از همسر و دختران و فرزندانشان و از نبیره و نسلشان، و اینچنین تمام پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم، از صحابگان کرام که بهترین انسانها در دنیا بودند. بعد پیغمبرها بهترین انسان‌ها صحابه ها هستند. بعد اینکه به الله سبحانه و تعالی حمد و ثنا فرستانیدند و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام و درود فرستانیدند و به صحابگان و آل کرام ثنا و دعا فرستانیدند، گفتند که اما بعد بسیار کلمه زیبا هست که بین حمد و ثنا و بین مضمون مقدمه عادتا علما رحمت الله علیهم در کتابها می آورند و اینچنین علما در خطبه های جمعه بین حمد و ثنا و صلوات و پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین مضمون خطبه اما بعد می گویند. این واقعا سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی بعد اینکه به الله تعالی حمد و ثنا گفتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستانیدند، گفتند اما بعد، یعنی بعد حمد و ثنا به مضمون مقدمه شروع کردند. گفتند که فإن بعض اخوانی سألنی، بعض برادران من مرا پرسیدند، نگفتند شاگردان من. این دلالت به خاکساری علما میکنند. ببینید یا عالم بزرگ میگویند که بعض برادران من مرا پرسید. چرا پرسید؟ اختصار جمله فی احادیث الاحکام، از من پرسید که مختصر کنم یه جمله حدیث های احکام را.
یعنی یک چند حدیث های حکم را، حدیث های احکام را مختصر کنم. مختصر برای چی؟ مختصر برای آن که واقعا هر عصر از عصر پیشینه همتش کمتر است. ببینید امام بخاری رحمت الله علیه 700,000 حدیث جمع کردند. سپس از بین این 700,000 صحیح بخاری را تألیف کردند که عبارت از 4,000 حدیث است و با تکرارهایش طبق بعضی طبعه ها 7,563 حدیث دارد. 7,000 حدیث از بین 700,000 حدیث. یعنی بنابراین مختصر هم نامیدن. حتی امام بخاری هم صحیح خود را مختصر نامیدند و این را تألیف کردند. همین گونه از من مختصر پرسیدند. یار و برادرانم از من اختصاری جمله از حدیث های احکام را پرسیدند. مما اتفق علیه الامامان، آن حدیث های باشد که گفتیان حدیث های احکام باشد. حدیث های احکام یعنی حدیث های فقهی، نه حدیث های رقایق مانند ریاض الصالحین. کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمت الله علیه کتابی است که عبارت از 2000 حدیث است. حدیث های رقایق است، حدیث هایی که پند و نصیحت هست، قلب را ملایم میکند. اما این کتاب فقط کتاب احکام است، یعنی کتاب فقهی است. فقط احکام را جمله مختصر از من خواهش کردند از آن حدیث هایی که در آن حدیث ها اتفق علیه الامامان، دو امام در روایت آن اتفاق کرده باشند، امام بخاری و امام مسلم، ابو عبدالله محمد بن اسماعیل ابن ابراهیم البخاری و امام مسلم ابن الحجاج رحمه الله رحمت الله علیهم. و آن حدیث هایی که حدیث های احکام باشد و حدیث هایی که هم بخاری رحمت الله علیه هم مسلم در صحیحینشان ذکر کرده باشند آنها را جمع کنم. از من بعض دوستان این را خواهش کردند. فعجبته الی سؤاله، پس من خواهش آنها را اجابت کردم، سؤال آنها را پذیرفتم، نتوانستم رد کنم. ببینید اینجا مصنف سبب تألیف را بیان میکنند، یعنی سبب تألیفشان برای جمع کردن شهرت و برای جمع کردن آبرو و مشهور شدن و کتاب نوشتن و بر دیگر عالم ها برتری خود را بیان کردن و نمایان کردن نبود، بلکه وقتی که یار و برادرها طلب کردند دیگر وظیفه خیش دانستند، ادای امانت دانستند. طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بلغوا عنی ولو آیه، از ما یک حدیث باشد هم برسانید، به این عمل کردند و بنابراین گفتند که فعجبته الی سؤاله، پس من به سؤال آنها اجابت کردم، خواهش آنها را اجرا کردم، رجاء المنفعت به، با امید فایده از این کتاب که اجری عظیم و ثواب بزرگ واقعا به نوشتن کتاب حاصل می شود و این چنین شاگردها حفظ می کنند، می فهمند، مردم آن را تعلیم می گیرند، بسیار فایده هست واقعا. بنابراین من طلب آنها را اجرا کردم و در پایان این مقدمه از الله سبحانه و تعالی طلب و درخواست کردند، دعا کردند، گفتند که و اسأل الله، و از الله سبحانه و تعالی میپرسم در پایان این مقدمه که واقعا دعا این بهترین عبادت است و دعا خود عبادت است. و اسأل الله ان ینفعنا به، از الله تعالی میپرسم که این کتاب به ما فایده دهد، گفتند به ضرر نرساند، علم ما حجت بر فایده ما گردد، بر ضرر ما نگردد. ما از الله تعالی یاردم میپرسیم که از این کتاب برای ما فایده رساند. و من کتبه، کسی که این کتاب را نوشته است، حافظ مقدسی، از این پیشتر امام بخاری و امام مسلم که حافظ مقدسی از صحیح بخاری از صحیح مسلم این را جمع آوری کردند، آنها از استادانشان نوشتند، استادان از استادان، همین گونه تا صحابه ها تا پیامبر صلی الله علیه وسلم. کسی که این حدیث ها را نوشته است او سمع یا که شنیده است، من امروزها اودیو کتاب ها برآمده است، میتواند انسان سری چنبرک هم میتواند گوش کند یا میتواند در نقلیات رفته ایستاده است، به جای کارش وقت را به جای بیهوده ضایع کردن شنیده می رود. یعنی دعا دارند مصنف در حق آنهایی که کتاب را نوشته است، شنیده است، او حفظه، آنهایی که حفظ کرده است. واقعا
کتاب را حفظ کنید. طالب علمانی که صدای ما را میشنوید و نوار ما را تماشا میکنید، وصیت علما هست حفظ عمدة الاحکام و برای طالب علم لازم است، علل خصوص طالب علم حدیث، اگر وقتی که 40 نووی حدیث امام نووی را اگر از یاد کرد که اصلا عبارت از 42 حدیث است و 8 حدیثی که حافظ ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه اضافه کرده 50 حدیث کردند. کتاب بسیار مفید است که ما آن را سالهای 2008 شرح دادگی هستیم و در شبکه بیان نوارهای آنها فرآمده ایستاده است، میتوانید از آنجا استفاده برید. بعدی کتاب 40 حدیث طالبین باید کتاب عمدة الاحکام را حفظ کند. بنابراین امام مصنف در حق آنهایی که کتاب را حفظ میکند دعا کردند. از الله تعالی میپرسم که به آنهایی که این کتاب را حفظ میکند الله تعالی فایده دهد. گفتند او نظر فیه، یا اینکه آنهایی که به کتاب نظر کرده است، یک ورق زده است، خوانده است، یا نظری کرده است، یا نگاهی کرده است، با آنها هم فایده رسانه. شاید حدیث میخوانید دنیا آخرت شما آباد میگردد. شاید حدیث میخوانید در این کتاب که روز قیامت عملهای بدی شما و عملهای نیکی شما در ترازو گذاشته میشد که برابر می آید. همان حدیثی که از این کتاب خواندید شاید سبب می شود که ترازوی عملهای حسنات شما وزنین می آید. و ان یجعله خالصا لوجهه الکریم، از الله تعالی می پرسم که این عمل را، یعنی نوشتن این کتاب، خواندن این کتاب، حفظ این کتاب و درس این کتاب را خالص برای رازگی الله سبحانه و تعالی گرداند. در این عمل ریا، سمعه، خودنمایی نباشد. این عمل را خالص برای الله سبحانه و تعالی کرده باشیم. موجبا للفوز لدیه، از الله تعالی میپرسم که این کتاب واجب گرداند برای من نجات را در نزد الله تعالی، موفقیت را، ظفریابی را سبب گردد، واجب گرداند نوشتن این کتاب خلاصه فایده‌ناک و پربرکات شود. فانه حسبنا و نعم الوکیل، چون الله سبحانه و تعالی کفایه کننده ما هست و بسیار ذاتی وکیل خوش است که ما کارهای خود را به الله سبحانه و تعالی حواله میکنیم و کارهای خود را به الله سبحانه و تعالی میپرسیم و به الله سبحانه و تعالی تکیه میکنیم و توکل به الله سبحانه و تعالی میکنیم و الله تعالی بهترین وکیل است و چی وکیل خوش است. گفته مقدمه خود را به پایان رسانیدند.